سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. ببینید چه چیز محشری براتون آوردم. ترند ترین تل یا حالا میشه گفت تاجی که روی بورسه. پس بزن که با هم دیگه بریم درستش کنیم و از بقیه عقب نمونیم. تا آخر ویدیو حتما با من همراه شو. برای این کار به نگین 5x10 و اتریشی سایز 28 نیاز دارید و همچنین نگینای 8x13 و اتریشی سایز 16 یا 17. هر کدوم باشه مشکلی نداره. به یه دونه تل مفتولی نیاز دارید و به سیم بیس نیاز دارید 4 تا تیکه 10 سانتی و همچنین خمیر سیلیکون. البته میتونید روی چسب هم این کار رو انجام بدید و هیچ اشکالی نداره. برای روی خمیر سیلیکون من اون سیم بیس رو گذاشتم، فشار دادم که محدودش معلوم بشه. اگر روی چسب خواستین انجام بدین با خودکار خیلی کم رنگ میتونید محدودش رو مشخص کنید. خب حالا که محدوده سیم بیس رو مشخص شد، شروع میکنیم و تقریبا به پهنای 1 سانت میتونید بچینید. ببینید از حدود 7 میل میتونید بچینید تا 1 سانت، بستگی به خودتون داره پهناش و هیچ محدودیتی نداره. من تقریبا پهنای کارم 7-8 میل شد. حالا شروع میکنیم چیدن نگینامون کنار همدیگه. نگینا رو طوری بچینید سعی کنید که داخل همدیگه بیفتن. منظورم اینه که پر بشه و فضایی که بینشون میمونه خیلی کم باشه و خیلی فضای خالی کمی داشته باشید. پس از همش رو استفاده میکنم و این شکلی میچینم. شما حتی میتونید از نگینای دیگه هم استفاده کنید و این کاملا سلیقه‌ایه و حالا اگر کارتون پهن‌تر باشه میتونید نگینای بزرگتر استفاده کنید. اگر خواستید باریک‌تر بزنید از نگینای ظریف‌تر استفاده کنید، ولی حد معمول و متوسطش همین کاریه که من دارم براتون میزنم. خب ببینید از انتهای محدوده‌ای که زدین تقریبا نباید نیم سانتشو بچینید و از قسمت بالا نیم سانت بالاتر بچینید، یا میتونید کامل بچینید و حالا بهتون میگم. ببینید سیم بیس رو طوری روی کار قرار میدین که از سر کار بیرون نزنه، ولی تهش تقریبا نیم سانت الی 1 سانت جا داشته باشه و سیم بیستون خالی باشه. این بلنده هم من چیدم برای روی تل. پس شد 4 تا دونه از اینا که روی سیم بیسه و یه دونه بلند که مال روی تله. این کار هر موقع خواستین جدا کنین از روی چسب یا خمیر سیلیکونی یکمی با احتیاط جدا کنید. این نکته رو فراموشتون نشه. از روی تلم ببینید 4 سانت از ابتدای کار رها میکنم و این شکلی یه دونه از شاخه ها رو میپیچم. ببینید خیلی راحت خم میشه. جنس چسب که خوب باشه یعنی این، یعنی ریزش ندارید و ریزشتون صفره. چسب خوب داخل خرازیمون داریم و براتون آدرسش رو میذارم داخل این اینستاگرام. خرازی آنلاین داریم، میتونید خرید کنید با اطمینان از محصولاتی که خودم دارم توی ویدیو استفاده میکنم. خب اول یک کمی چسب بزنید و اون قسمت رو بچسبونید، بعد هم با سیم حتما فیکسش کنید. یادتون نره نه چسب میتونه به تنهایی کارو نگه داره و نه سیم به تنهایی کارو میتونه نگه داره. پس باید جفتش رو استفاده کنید که کارتون دوامش خوب باشه. دوستای گلم راستی سابسکرایب یادتون نره که کانالمون رو گم نکنید و اینکه حتما زنگوله رو روشن کنید که هر موقع آموزش میذاریم حتما براتون بیاد، چون خیلی از دوستان میگن که چند وقت آموزش نذاشتین، در صورتی که ما حد اکثر 5-6 روز و حداقل 3 روز یک بار آموزش رو داریم. پس حتما زنگوله رو روشن کن که نوتیفیکیشنش برات بیاد و متوجه بشی و اینکه اگر لایک و کامنت کنید که باعث افتخار منه و به من انرژی میده. خب 2 سمت کارو این شکلی که نشونتون دادم اینم 2 سمت کار تموم شد. حالا برای چسبوندن کار بلندتر روی تل ببینید این کار 27 سانته
که من انجام دادم شما میتونید تا 30 سانت هم انجام بدین اگر دوست دارین فضای بیشتری از تلتون رو بپوشونه. وسط به وسط تل و قسمتی که انجام دادین رو پیدا میکنید، یه کوچولو چسب میزنیم که کارمون فیکس بشه برای نصب راحت تر. خب حالا به خاطر اینکه کارم راحت تر بخوابه روی تل، یه کوچولو فندک میگیرم که چسبش یه کمی نرم بشه و انعطافش بیشتر بشه. وقتی که یه کوچولو حالت دادم بهش و از اون حالت خشک در اومد، یک کمی چسب میزنم و کارم رو روی تل میخوابونمش و با دست محکم نگهش میدارم که از تل جدا نشه. این قسمتش رو یک کمی با حوصله تر و با احتیاط تر انجام بدین چون قسمت خیلی مهمیه توی کارتون. خب اینم از این. حالا برای تمیزکاری آخر کارتون هم میتونید از این ربانای نیم سانتی استفاده کنید و ببینید این شکلی دور قسمت باقی مونده تل بچسبونید. دوست نداشتین فقط میتونید اون قسمتی که ته شاخکتونه و مشخصه با سیم بستین کافیه که با روبان کاور کنید و قسمت‌های بقیه تلا کاور نکنید. همش سلیقه‌ایه. حتی دوست دارید اون قسمت نگینیو تا انتها ادامه بدین. البته میره پشت گوش ولی میتونید ادامه بدید. اینم از کار خوشگلمون. من خودم که خیلی دوستش داشتم. امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید و حتما کار کنید. هم خودتون لذت ببرید، همین که فروش فوق‌العاده‌ای باهاش داشته باشید. حتی برای عروس هم میتونن ازش استفاده کنن. یه دونه تور ساده روی سر و اینا روی تل میذارن و تمام.